Ulu Tanrı'nın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 48م مهندسی جهل کتاب دیگری رو ورق خواهم زد تا هم با مهندسی جهل آشنا بشیم، هم با یک کتاب ترکی آشنا بشیم، کتاب ترکی تاریخی، و هم با زمینه تخصصی علمی که در این کتاب به آن پرداخته شده آشنا بشیم. خب و به تدریج ترکی یاد بگیریم. باز هم تکرار میکنم، من در زبان ترکی بی سواد مطلق هستم، هیچ ادعایی ندارم و الان 2 هدف رو با این برنامه پیگیری میکنم. اولین هدف من آشنایی با مهندسی جهل، دومیش آشنایی خودم با زبان ترکی، با تاریخ ترکی، با ادبیات ترکی، با کتاب‌های ترکی هستش. یعنی این که لایو میذارم و هر روز میذارم برای این نیستش که مخاطب داشته باشم، برای این هستش که خودم رو تربیت بکنم، خودم رو آموزش بدم و خودم رو بسازم و در یک رشته و تخصص جدیدی خودم تخصص بگیرم. حالا اگه بعداً یه استادی هم پیدا بکنم که کمکم بکنه خیلی عالی خواهد بود. خب کتاب‌هایی که تا دیروز خونده بودیم رو فکر کنم بیش از 60 تا هستش. حالا چرا این ما دیروز این کتاب ترکی لغتلر رو خوندیم، متوجه شدیم که عربی بیشتر، فقط سوالها فارسیه و متن عربی در اصل. درة العقاید فی ابطال عقاید الفواسد، این رو هم دیروز خوندیم، متوجه شدیم که یک کتاب ترکی بسیار زیبایی هستش در رابطه با عقاید. امروز من این کتاب ربع دایره هندسه و همچنین سلطان حسین بایگرا دیوانه و این رساله جیب نوشته اینجا وتر و زاویه و درجه، این هم ریاضی هستش، با دوباره مربوط به ریاضیات. این ستا رو الان باز کردم ببینیم که اینها زیر دندون ما چه مزه‌ای میکنن. حالا این ابولغا رو که دیروز بود، اینم که دیروز بود، درة العقاید هم دیروز. این درة العقاید فی ابطال عقاید الفواسد، این رو فکر کنم دیروز اینو خوندیم. اگر این باشه که فکر میکنم اینو خوندیم، متنش برام آشنا اومد. این هم عقاید درة العقاید فی ابطال عقاید الفواسد، این رو هم دیروز خوندیم. فکر میکنم خوندیم. حالا برای اینکه مطمئن بشم بریم آخر کتاب ببینیم که بله اینو خوندیم دیروز، این رو خوندیم و این ولی یه فرقی با اون داره، درست شبیه هم هستن. نه اینو دیروز خوندیم. خب اینم میبندیم برای اینکه اینو دیروز خوندیم. حالا این کتاب امروز ربع دایره هندسه، اینو بخونیم ببینیم این کتاب چی هست. اولش یه نگاه کوتاهی به شکل شمایل کتاب بندازیم. ابعادش 220 احتمالا میلیمتر در 108 میلیمتر هستش. حالا این هم یه چیزیه که نمیدونم چیه، اوراقش نوشته 10 اینجا، یعنی چی؟
این سطر 24 تا 468 هم یه نمره هستش. این هم سلیم آقا، این یک کتابخونه احتمالا شخصی یا حالا دولتی نمیدونم، سلیم آقا نام داشته و این هم شماره کتابخونه است. حالا کتاب رو صفحاتش رو میبینیم. یه مقدار این وسط احتمالا نخ، اگر اینها نخهای دوخته شده باشه که هیچی، وگرنه یه مقدار چیز شده، حاشیه های یه مقدار ضرر دیده، ولی در کل بهتره. فرمت نوشتنش به من میگه که این کتاب خیلی قدیمی نیست، جدیده. برای اینکه البته اینجا میبینیم که تو حاشیه گذاشته، نه حاشیه گذاشته. من اینجا رو این صفحه اول رو دیدم، فکر کردم همش اینجوریه، نه بعد دیدم که اینجا حاشیه گذاشته و دیگران هم اومدن حاشیه نوشتن براش. درسته که فاصله سطرها از هم کم هست و کلمه ها داخل هم نوشتن خیلی فاصله نداره بین کلمه ها، ولی به نظرم میاد که من با این خط راحت خواهم بود. حالا ببینیم که چجوری خواهد بود. این کتاب 24 صفحه است. جالبه، در 1146 یعنی 300 سال پیش نوشته شده این کتاب و آخرش هم یک مفتحنامه یا مفتحنامه هستش که اینجا فکر میکنم این چیه، حروف یک شنبه و سال ابتدا معن تبدیل اولونور. حالا اینو باید ببینیم این چی هست، ببینیم حالا چی هست. برگردیم اول صفحه این کتاب کوچک رو یه تورق بزنیم ببینیم که چی هستش. کتاب رو بزرگش میکنیم که بتونیم بهتر ببینیم و بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل على البحر الاخضر لفلك قناطیر المقنطرات. خب ببینید، قبلا عرض کردیم که هر دانشمندی در گذشته خداوند رو وقتی میخواد در مورد خداوند حرف بزنه به زبان رشته تخصصی خودش اون رو مخاطب قرار میده. ما در گذشته خوندیم، متوجه شدیم که به استرلاب قنطره میگن یا قناطره جمع قنطره هستش و مقنطرات هم یعنی چیزهایی که با قنطره یعنی با استرلاب انجام میدن. مستقیم الى سماوات احتمالا یا سموت الاهتدای الى طریق الحمد والصلاة على من یستحقها و یستوجبها لا بحسب وقت دون وقت بل فی جمیع الاوقات و بعد. حالا تا اینجا عربی خدا رو شکر میکنه به زبان علمی خودش، تخصصی خودش، یعنی کتاب به هر تخصصی هست تلاش میکنه خدا رو هم بر اساس اون تخصص توضیح بده یا تقدیر رو تشکر بکنه. بو احگر از همینجا مشخصه. وقتی بو رو میبینیم یعنی این، یعنی که این ترکی هستش کتاب. بو احگر عباد الله مصطفی ابن علی الموقت بالجامع الهاقاینی السلیمی تواه الملک العلام دار السلام ایدر که دیلدم که مگنترات دمکله متعارف اولان آلت که ربع دایره اقسامندنده در talip ve ragib olanlar için Türkçe bir muhtasar risale cem eyleyim faidesi amule. Cemi talip olanlar mustafid olalar. خب تا اینجا میگه که اسم خودش رو معرفی میکنه نویسنده، میگه که من بنده خدا هستم. این همونطور که در قرآن به حضرت رسول میگه انا بشر مثلکم، اونجا به اون استنادن میگه که یعنی همه علما به این شکل میگن من بنده حقیری هستم یا کوچکترین بنده کوچکترین خداوند مصطفی پسر علی الموقت
بالجامع الخاقانی یا هاگانی از سلیمی بواه الملک العلام و دارالسلامی در. میگه که من اسمم مصطفی پسر علی هستش، به طور موقت در جامع خاقانی یا الهاگانی سلیمی که حالا این تواهو بواهو الملک العلام و دارالاسلام ایدر در اونجا هستش که دیلدیم که آرزو کردم، دیلدیم که مگنترات دمکله، اسم کتاب رو که مگنترات گذاشتم با گفتن مگنترات متعارف اولان آلت، یه آلت، یه وسیله‌ای که متعارفه، یعنی خیلی حالا بگیم چجور یایگن به فارسی میشه خیلی شناخته شده هست، اینجوری ترجمه بکنم که ربع دایره از اقسام ربع دایره، یعنی یک چهارم دایره هستش رو برای طالبان و راغبان علاقمندان به ترکی و به مختصر و بنویسم که برای عامه و جمیع علاقمندان فایده مستفید بکنه، فایده برسونه. پس bir مقدمه و 12 باب üzerine tertib elədim. در یک مقدمه و 12 باب این رو مرتب کردم و bu risale کفایت الوقت لمعرفت دائره و فضلهی و سمت و birlə تسمیه ایلدم. میگه که این رساله درباره وقت، شناخت وقته، الوقت لمعرفت دائر، وقت زمان شناخت دائر و فضله یه مقدارم بیشتر و سمت. حالا این احتمالا فضل و سمت اینا اصطلاحات نجومی باشن، من اینها رو یا هندسی باشن اینها رو نمیدونم. بیرله تسمیه ایلدم، با اینها نامگذاری کردم. اسم کتاب شد ربع دایره هندسه. خب که گفتیم در 24 صفحه است و در سال 1146 هم نوشته شده. خب گفته که ایلدم موجودdur ki bu risaleden istifade edilenler bu fagir dua مرجودور، ببخشید این باید مرجو بخونیم، مرجودور ki bu risaleden istifade edilenler bu fagiri duای خیر ile yad edeler. مرجو از کلمه رجا هستش، یعنی خواهشمند هستم که کسانی که از این رساله استفاده می کنند این فقیر رو با دعای خیرشون خاطر نشان بکنن، به یاد بیارن. خدا این بنده خدا رو رحمت بکنه که در زبان ترکی برای ما نسل جدید کتابی علمی گذاشته و ما زبان ما رو، سلام علیکم دوستان عزیز، بسیار متشکرم از لطفتون. امیدوارم که دست به دست هم بدیم و ترکی رو یاد بگیریم. من ترکی رو یاد نگرفتم. اگر دوستانی هستن که میتونن این کتاب ها رو بهتر بخونن، من حاضرم که روزانه تا 2 ساعت وقت بذارم شاگردیشون رو بکنم و حتی حاضرم یه مبلغی هم به عنوان زحمتشون تقدیمشون بکنم. خب حالا فهرست رساله بو وچیله دورکی ذکر النور. فهرست رساله رو به شکلی که الان میبینید دارم میارم اینجا. اما مقدمه چی هست؟ پس این کتاب از یک مقدمه و 12 فصل ترتیب شده، با اینکه 26 صفحه است، 24 صفحه است، ولی کار بزرگی رو داره انجام میده. گفتیم که دوستان در گذشته کتاب ها رو خیلی خلاصه می نوشتند برای اینکه کاغذ بسیار گران بود، وسیله نوشتار بسیار گران بود. در نتیجه اگر شما میبینید که یک کتابی 2000 صفحه است، 3000 صفحه است، باید بپرسید که این میتونه واقعیت داشته باشه؟ چون کتابی که مثلا هر صفحه اون فرض بکنید الان 1,000,000 تومنه در امروز، چطور میتونه 1,000,000 تومن مثلا
2000 صفحه بنویسه 2 میلیارد تومان هزینه بکنه برای خرید کاغذ مثلا. این خیلی گران بوده. کتاب جزو، حتی من اونجوری که محاسبه کردم در یک کتابی که قبلا با هم آشنا شدیم باهاش، اونجا هزینه نوشتن کتاب و هزینه خریدن کاغذ کتاب رو گفته بود که هزینه اگر یادم باشه هزینه خرید کاغذ سفید 1/3 هزینه نویسنده بود که مثلا نویسنده 6 ماه وقت گذاشته بود اون کتاب رو نوشته بود. حالا یادم نیست، فکر میکنم مثلا 170 تا سکه گرفته بود و کاغذ مثلا 69 تا سکه بود، مثلا 70 تا سکه بود، یه چنین چیزی. حالا اون یادم نیست، تو اون یکی برنامه ها هستش اونجا گذاشتم. و خب شما فکر بکنید که چه به هر حال جزو طبقات بسیار بالا و با درآمد بالا بودن کسانی که کتاب می نوشتن یا کتاب رو حتی فتوکپی یعنی رونویسی می کردن. جزو عالی ترین درآمدهای زمان بود، یعنی مثل وزرا، حتی گاهی از وزرا هم بیشتر درآمد داشتن. حالا به هر حال از این که بگذاریم، میگه که مقدمه ایش بو ربع دایرنون رسومنون آدلری. میگه ایش بو یعنی همین، اینکه این ربع دایره اسامی رسمهای دایره چی هستش. اول اینو میخواد دور و دخی بابلرون و همچنین در مورد بابها و فصولون جملسی اعمال بیاننده دور. پس مقدمه در مورد اینها صحبت خواهد کرد. باب الاول فی معرفت الجمل الکبیر. ببینید نمیدونم یعنی چی، در شناخت جمل کبیر. احتمالاً تو این استرلاب یه بخشی از کارکرد و کاربرد هستش که با این کلمه شناخته میشه. یعنی کسایی که این کلمه رو میشناسن میدونن که یعنی چی، من نمیدونم. الباب الثانی فی معرفت اخذ الارتفاع. حالا در کتاب قبلی هم دیدیم، در همین درباره استرلاب یا مگنترات دیدیم که اونجا هم وقتی میخواد فصلها رو بگه، لغتها و اصطلاحات علمی زبان دیگر رو به همون شکل میاره، برای اینکه این رو به ترکی ترجمه نکردن. همونطور که فلسفه رو به ترکی ترجمه و یا به فارسی یا به هر زبانی ترجمه نکرده بودن تا این اواخر که ملا هادی سبزواری ترجمه کرد. حالا اسمش بنده خدا چند بار تلاش کردم تو این مدت یادم بیاد نیومد، یا ماکیاولی مثلا 1-2 بار تلاش کردم یادم رفت اسمش رو بگم، کتابش رو گفتم ولی اسمش یادم رفت. به هر حال این هم بخشی از این صدمات تصادف هستش. الباب الثانی فی معرفت اخذ الارتفاع من هذه الآلات. باب دوم در مورد چگونگی به دست آوردن یعنی محاسبه ارتفاع هستش به وسیله این وسیله، همین مگنتر یا استرلاب. الباب الثالث فی معرفت وضع المریع علی درجه الشمس. باب سوم یعنی فصل سوم درباره شناخت مریع، من فکر میکنم یعنی دیده شدن خورشید، چه زاویه خورشید نسبت به ما دیده میشه. این زاویه اندازه‌گیری زاویه تابش خورشید هست. الباب الرابع فی معرفت میل شمس و غایت ارتفاعها و جهت کل منها. میگه که چهارم هم اینه که تمایل خورشید و حد اکثر ارتفاعش چقدره، اینو محاسبه خواهد کرد. در الباب الخامسه فی معرفت عرض البلد من الغایت و المیل. و باب پنجم هم در معرفت عوارض زمین یا عرض و طول جغرافیایی، ببخشید اینجوری باید بگم، من الغایت و المیل. حالا غایتش اینجا چی هستش و میلش میل ما فکر میکنم با میلی که انگلیسی زبان ها دارن متفاوته، ولی ما میل داشتیم در گذشته. مثلا میگفتن که از تبریز به مثلا فلان شهر اینقدر میل هست و قبلا اینها رو در یک کتاب دیگه تعریف کرده، احتمالا اینجا هم تعریف خواهد کرد.
الباب السادسه فی معرفت نصف الفضلته و نصف القوس نهار و لیل. ببینید دوباره در مورد میگه که باب ششم در معرفت نصف فضله. اونجا که گفت فضله گفتم که من نمیدونم، حالا اونه این فضله چی هست که نصفشو میخواد بررسی بکنه و نصف قوس و نهار، قوسی النهار و لیل. قوس میدونیم که دایره هستش، حالت دایره‌ای داره، ولی اینکه یا کمان هستش، بگیم که یه نیم کمانیه، و اینکه قوس شب رو یا قوس نهار رو، روز رو چیز بکنن. حالا ما با اینجا با دو لغت آشنا میشیم، یه نهار، یکی نهار. نهار چیزی که ما میگیم به معنی ظهر، غذای خوردن مربوط به چیز هست، ظهر هستش. نهار کلمه عربی به معنی روزه. خب الباب سابع هفتم فی معرفت دائره و فضل الدائر. حالا این دائر چیه، فضل الدائر چیه، من نمیدونم. الباب ثامن فی معرفت ارتفاع العصر و دائره بین الظهر و العصر و دائره بین العصر و المغرب. حالا باب هشتم در مورد شناخت ارتفاع عصر و دائرشه، بین دائره ظهر و دائره عصر، و همچنین دائره عین عصر و دائره بین مغرب، غروب آفتاب. الباب التاسع باب نهم فی معرفت دخول اول وقت المغرب و حسی الشفق و حسته الشفق و الفجر. حالا این دوباره اینجا اصطلاحاتی رو گذاشته که من نمیدونم. البته میدونم مغرب چی هست، حسی رو نمیدونم، شفقم میدونیم چی هست، فجرم میدونیم چی هست، ولی در کل نمیفهمم در مورد چی میگه. الباب العاشر فی معرفت سمت من الارتفاع. حالا میخواد جهت رو دریابه، محاسبه جهت یابی هستش. ما رو به شمالیم، رو به جنوبیم، رو به شرقیم، رو به غربیم، در میان اینها قرار داریم. اینا رو میخواد از اون طریق. باب هادی عشر 8 فی سمت من الارتفاع. حالا اینم دهم درباره ارتفاع صحبت خواهد کرد. باب الهادی عشر 11 فی معرفت سمت القبله. قبله رو میخواد بشناسه. الباب الثانی عشر 12 فی معرفت اخراج الجهات. جهات رو میخواد شرق و غرب و شمال و جنوب اینها رو در بیاره. جهات الاربعه و نصب القبلة کلودن امدی اولا و نصب القله. خب تموم شد. اینجا میخواد حالا جهات چهارگانه شرق و غرب و جنوب و شمال رو بگه و نصب القبله و همچنین قبله رو چجوری مشخص میکنن. گلدیک امدی اوله. حالا رسیدی گلدیک ایندی. حالا من خودم میگم گلدیک، نمیدونم این گلدیک گلده چی هست، برای اینکه این کتاب صداگذاری نشده، برای اینکه یک کتاب تخصصی. نویسنده فکر کرده که کسایی که تا این مرحله درس خوندن که بیان با اصطلاحات مقنطر رو آشنا بشن و بدونن مقنطرات رو کتاب بخونن، اینها با شکل حروف ترکی، با صدای حروف آشنا هستن و نیازی نداره استانداردش بکنه. در نتیجه منی که مثلا با استاندارد صداها آشنا نیستم با مشکل مواجه میشم. مقدمه شروع اینه که مقدمنین بیاننده‌دür. حالا شروع چیز هستش که خود مقدمه چی هست اون رو میخواد بگه. پس مقدمه dediğimiz iş bu rub'u dairenin resmilerinin adleri beyanındadır. پس مقدمه که میگیم iş bu درباره همین ربع دایره و رسمهایی که اون داره، اسامی اونها رو میخواد بگه. المرکز، اول مرکز. ol resimlerin birisi şul rub'un guşesinde olan delvicektir ki ana خیت çekürürler یا köçürürler احتمالاً. میگه که اولش درباره همین مربوط به رسم اول در همین وسیله
یکی از اونهاست که در گوشه اون استرلاب قرار داره و مثل دلوجکدور یا اولان دلوجک، حالا من اینجا میخونم احتمالاً دولوجک در هم میتونه بشه، برای اینکه گفتم نمیدونم چی هست. دلو معمولا به سطل آب گفته میشه که آنا خیت کچرورلر، خیت هم بهش میگن. خیت هم میدونی که اگر اشتباه نکنم، ممکنه اشتباه بکنم، به وسیله‌ای که مثل گمگمه بود، مثل یک کیسه چرمی بود که آب رو داخلش همراه خودشون، فکر کنم خیت اون بود. حالا من فکر یا این وسیله‌ای که عرب ها دارن از پوسته و اینو وقتی فوت میکنن از اون طرف صدای موسیقیشو کنترل میکنن، اینا فکر کنم اونم خیت باشه، نمیدونم دقیقا، نمیدونم چی از خیت دیو اول مرکز. حالا اینها دیگه از این به بعد شروع میکنه به معرفی این کتاب. به همونطور که ملاحظه کردید تا اینجا احتمالا یکی دو کلمه رو نتونستم بخونم. ببینید صداها رو ممکنه اصلا نتونم درست بخونم، اینو درش شکی نداریم، ولی کتاب یه جوری نوشته شده که من اگر معانیشم ندونم حداقل میتونم بخونم. یعنی اگر بخوایم بگیم که من این کتاب رو اگه بخونم از این به بعد داره چیز میکنه، یه استرلابم جلو بذارم یا یه کسی هم اینو درس بهم بده، کاملا متوجه میشم که کتاب چی میگه. خب قاعدتاً خود من هم الان دیگه به یه مقطعی از سنم رسیدم که میتونم یه کتاب رو خودآموز بذارم، به فارسی خودآموز میگن، یعنی یک کتاب رو بردارم بذارم جلوی خودم، بعد اگه هر کلمه رو اونجا تعریف میکنه برم رو شکلش یا اون وسیله رو نگاه بکنم و ازش سر در بیارم این چی هست و کارکردش رو هم بدونم. حالا این در اون زمان چیز بوده. ببینید اینجا در مورد خیت صحبت میکنه. خیت چی هست؟ مرکز اول چیه؟ مرکز رو داره تعریف میکنه. Merkez ol resmilerin birisi şulrub'un guşesinde olan delvecektir ki ana hit keçürürler. Hitçiye diyor ol merkez geçen ilkedirler. İlkedirler ya iplike, bebakşit iplikedirler. İplik حالا اپلیک یه نخ منتها نخی که یه مقدار کلفته، نه خیلی کلفته، اون نیست. اپلیک حالا عکس قبلی رو دیده بودیم یادم باشه، فکر بکنید که یه وسیله دایره شکله که بالاش یه حالا جایی داره که مثل خانوم ها چیز میندازن، مدال، بالای سوراخ داره که طلا بند اون چیز از درونش میگذره. اینم یه چیزی داره. خیت به اونجا گفته میشه و این مرکز به اون گفته میشه. خیت به سوراخ گفته میشه که این نخ از داخل اون، که نخ شاغول، اینم یعنی نخی نیستی که به گردن بیاویزیم، نخ شاغول از درون اون میگذره. حالا یادم از کتاب قبلی اینجوری میاد. حالا اینم همینو میگه diyor hit diyor ol merkez geçen o merkeze geçen iplike derler یا دیرler. یعنی خیت چیزی که خیت گفته میشه یه مرکزیه که ایپلیک اون نخ از داخل اون رد میشه. خب پس اینجا الموری چی هستش؟ بیریسی موریدور. موری، حالا موری چیه؟ بیریسی موریدور، یکی از اون مشتقات یا رسم هایی که داخل اون وسیله، روی اون وسیله هست، اسمش موری هستش. الموری میگه بیریسی موریدور. موری شول küçük یا küçük iplikdürlerdir çi rüb'ün xitine bağlarlar. حالا موری چیه؟ موری چی هست؟ میگه موری اون چیزی هستش که اون تنابه، اون نخه از وسط اون سوراخ رد میشه.
یعنی احتمالاً من اینجوری دارم میفهمم که خود اون اپلیک دور، یعنی خود اون اپلیک همین چی هستش؟ موری. اگر موری از مری باشه یعنی دیده شدن، این شاغور رو با این میندازن میبینن که این درسته. من تو بناها دیدم اینو، میگم یه شاغولی هست اینجوری آویزون میکنه از یه وسیله‌ای که حالا مثلا به آجر میچسبونن، یه سوراخی داره، از اونجا اینو چیز میکنن. اگر اون شاغول کج مثلا بخوره به دیوار یا خیلی دور باشه، معلومه که دیوار چقدر کج به داخل یا بیرون هستش، این رو در میارن. حالا احتمالاً این هم همون اپلیک هستش. حالا میگه که اپلیک دور چی؟ ربعون خیتینه بغللر، به اون خیت که گفتیم سوراخه به اون میبندن. اشقه یوگاری یورمک چون، برای اینکه این تناب رو بالا پایین ببرن، نه خود تناب رو، اون وسیله رو از این تناب بالا پایین ببرن ببینن فاصله چقدره. اشقه یوگاری یورمک چون قائم مقام شیمدور. حالا این قائم مقام اینجا چه معنی میده، شیمدر چه معنی میده نمیدونم. اما مرینون رنگی خیت رنگینین غیری olmak gerektir. اما رنگ مری از رنگ خیت باید متفاوت باشه. گوس چی هست؟ گوس ارتفاع. داره تعریف میکنه کلمه هایی که در این کتاب تخصصی خواهد اومد، داره اونها رو توضیح میکنه. حالا گوس ارتفاع چیه؟ بریسی دقیق گوس الارتفاع دی. حالا روی اون یه علامتی هستش، یه چیزی هستش که اسمش گوس الارتفاع است. اول bir gousudur ki rub'i dairenin aşağı etkeni cep göre kapılmıştır. حالا اینجاها دیگه دارم به چیز میفتم، تخصصیه، کتاب تخصصیه، دارم به باطلاق میفتم. هم کتاب تخصصیه و کلماتی رو به کار میبره که مثلا من نمیدونم، هیچ ذهنیتی ندارم که aşağı etkeni چپ چوره قلمشتر. احتمالاً چپچور باشه، احتمالاً اینجوری باشه. اتکنی هم که یعنی تأثیرش بر اینه که اونو بتونه چپچور بکنه، یعنی دگرگون بکنه. قلمشتر و دخی. حالا بریم بعد خط المشرق و المغرب چیه؟ اینم میگه که birisi de خط المشرق و مغرب'dur. Ol bir toğru çekilmiş hattır ki merkezden gavs irtifa'ın evveline inmiştir. میتونم الان یواش یواش دارم جمله رو میفهمم که چی میگه، اما اصطلاحات چیز رو نمیدونم. خط وسط سما چی هست؟ اینو داره میگه المدارات الثلاث، مدارهای سگانه رو داره تعریف میکنه. مدار الجدی چی هست؟ اینو اگر یادم باشه در جغرافیا هم یه چیزی خونده بودیم وقتی بچه بودیم. مدار و سرطان درلر، یعنی به این مدار الجد مدار سرطان هم گفته میشه. بر مدار الحمر و المیزان هست، یه جایی هستش در کتاب قبلی که خوندیم گفت حمل و میزان اینها دو ماهی هستن که عین هم هستن، در نتیجه اینا رو یک گرفته اینجا. و مدار الاعتدالین دقیق درلر، به این دوتا مدار حمل و میزان که دو ماه هستن یا دو نمیدونم احتمالاً سیاره هستن در آسمان که مقابل هم هستن و چیز هستن، اینو میگه که بهش مدار اعتدالین هم گفته میشه که دوباره در فکر کنم دوره ابتدایی یا راهنمایی اینو خونده بودیم یا دبیرستان، یادم نیست، ولی یه چیزایی یادم هستش که بود. مقنطرات چیه؟ حالا خود مقنطرات رو اول رسمیlerin birisi dahi مقنطرات'dur. حالا یکی از اون رسم‌ها که روی این آلت هستش، این آلات اندازه‌گیری اجرام سماوی، کواکب و اینها، میگه که این مقنطرات یه بخشی از اونه، نه همه اون. من فکر می‌کردم که همشه. حالا از سمود چی هست؟ افق. الان اینجا افق رو هم تعریف میکنه. ببینید مثلا این افق با افقی که ما در فارسی به کار میاریم، افق دید مثلا، چی فرقی داره؟ افق و بریسی گوس افق درچه
mügenkeratun evvelidir ve dahi fazlelu olan rüb'ülerde iş bu ufuk nokta məşriqdən çəkib mədar sərətərına ulaşmışdır. Amma fazləsiz olanda نقطه مشرقده قطع olunmuştur. خب خیلی تخصصیه، یعنی باید آدم این وسیله رو ببینه، روی اون کار بکنه، ببینه که یعنی چی. از سمود چی هست؟ اینم یه کلمه‌ای که داره تعریف میکنه سمود رو. بعد منطقه فلک البروج چی هستش داره تعریف میکنه. قوس العصر چیه؟ اینو من خیلی دارم میخواد اینو ببینم. Birisi dahi Gavsul Asr'dır ki medar seretaniden medar cüdeye çekilmiştir. Üzerine asr diye yazılmıştır. روی اون یک کلمه asrم نوشته شده. بعضن ربعülerde Gavs Asri 2 yazarlar. دو بار Gavs Asri رو دو می نویسن. birisine asr اول derler ki امامین قولی üzere olan asrdır. حالا این امامین چی هستش؟ امام یعنی جلو، امامین جلودار، احتمالا نمیدونم یعنی چی میگم. این عربی درسته که عربی معنیشو میفهمی، اما اصطلاحی که یه کاربرد علمی تخصصی داره. این به معنی جلو، به معنی این که مثلا بگیم امام و فلان، این نیست. این قطعا یه مفهوم دیگری در اونجا داره که اکثر اولو şehirlerde معمول به olan dahi با asrdır. حالا میگه در اکثر شهرهایی که چیزه از این برای اندازه‌گیری، حالا هر چیش نمیدونم، از این عصر اول استفاده میکنن. olan dahi bu asrdır و birisine عصر ثانی derler. برای اون دومی هم که گفتش میگن عصر دوم که امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی عنه مختاری با عصرdır. حالا میگه که امام حنیفه خدا رحمتش بکنه و بیامرزه این دومی رو قبول کرده. گوز ببین حالا یه امامی هستش که مذهبیه ولی رفته رو قوس آسمان هم نظر داده. قوس الشفق و الفجر. حالا قوس شفق و فجر کی هست؟ اما الهدفتان، دو تا هدف داره. دخیل شاگول، حالا اینجا اومد شاگول رو داره توضیح میده که توضیح چه الباب الاول. حالا میره باب اول دیگه، مثل سری قبل که برای هر حرفی یک عددی رو جلوش میذاش و بر اساس اون عدد حالا یک قرار بود یه حساب کتاب بکنه، اونها رو اینجا داره چیز میکنه. مثلا این کلمه رو اگه دوستان بخوان ببینن، گاف که قکق خواندنش هم خیلی سخته. یازرلر و گس الاه. حالا میگه چی؟ 121 bin 120 bin 120,000 یازلو اولسه. اگر بنویسن 120,000 این رو بخوان با حرف نشون بدن، عدد 120,000 رو 1 2 0 4 تا 0 بذارن جلوش، اینو بخوام با حرف نشون بدن، قاف که غ می نویسن، یعنی این که 120,000. یه استاندارد درست کردن دیگه. حالا اینجا دیگه باب ثانی اینها رو میگه و میره باب ثانی. بعد دیگه ادامه بدیم و کتاب بسیار کتاب جالب و مفیدی هست برای شناختن. البته که الان دیگه اجرام آسماوی اینا اونقدر گسترده شده، اونقدر تئوری های جدید و اینا مطرح شده، ابزارالات جدید اومده که دیگه اینا هیچی هستن. ولی خب برای آشنایی با علومی که در گذشته پدران ما ازش اومدن و بعد متاسفانه از دست دادیم این علمها رو، میدونید. حالا دوستان اگر بزنید مثلا اسامی اجرام آسمانی در سال 2025 بزنید یا 1404 بزنید، بیش از نصف اسامی سیارات و کواکب و اجرام آسمانی اسمشون به عربیه. چرا؟ برای اینکه مسلمان ها بودن که داعیه دار و طلیع دار
شناخت آسمان ها بودند و قرآن یکی از کتاب هایی بود که انسان رو برای شناخت جهان تشویق می کرد و از زمانی که ما متاسفانه به شرعیات افتادیم و ملاها ما رو تسلیم خودشون کردن و ما انسانهای ساده مقلد شدیم، متاسفانه این پیشاهنگی یا پیشگامی در کشف علوم و ایجاد علوم رو از دست مسلمون ها دادیم و تبدیل شدیم به مستعمرات. حالا این یه مقدار از این کتاب خوندیم. من میخوام صفحه 10 رو بخونم، ببینیم که صفحه 10 که تا الان، بذارید به جای اینکه از وسط بخونیم این باب عاشر رو بخونم. باب عاشر فصل 10 فی معرفت سمت من الارتفاع. اسم این سرفصل عربیه برای اینکه عرب ها ایجاد کردن، به زبان عربی ایجاد شده. حالا یا ترک ها ایجاد کرده بسن یا عرب ها، ولی اسمش اینه دیگه. و هر کسی که اول یه چیزی رو کشف بکنه اسم اونجا رو میذاره، بقیه هم اون استاندارد رو برمیدارن چون که اون یکی قبلا اینو ایجاد کرده. میگه که در معرفت شناخت سمت از ارتفاع هستش. ارتفاع اونینجی باب این 10مین باب هستش. هر ارتفاعون سمتنی بیلمنین بیاننده‌دür. میگه در این باب در بیان سمت و جهت ارتفاع هستش. بیلمنین دانستنش، بیلمنین بیاننده‌دür. bunun bilmenin طریقی budur ki bunu یعنی این رو فهمیدن این، حالا اینجا فهم بذاریم اینو دانستن این. bunun bilmenin طریقی budur ki xiti derece şems üzerine götürüp mori üzerine nişanladıktan sonra xiti hareket edersen ta muri mügenteratun evvelinden ol vaktin irtifai miktarı mügentere üzerine vakı olunca nitekim fazl daire babinde amelin gibi آندن نظر ایلیسن موری. حالا اینجا داره میگه که اون از اون سوراخ اون تنابی که هستش شاغولم بهش وصله، اونو باید به قدری کش بدی که حالا یه چیزی بیاد دیگه. من اینجاها رو گفتم خیلی چیزه، ولی خواستم اینو بهتون بگم دوستان، من این کتاب رو به راحتی میتونم بخونم. خیلی زیبا نوشته شده، خیلی قابل خوندن نوشته شده، تقریبا مشکلی با خوندنش ندارم. شاید به علت خطی باشه که انتخاب کرده. خب بعضی از کلمات رو ممکنه مثلا این مقنطرات نباشه، یه صدای دیگری داشته باشه، ولی چون تخصصی من نمیدونم، در نتیجه نمیدونم که غلط میخونم یا درست میخونم. ولی خب اون کلماتی که مثلا بیلمنون، الان اینجا متوجه شدم که این بیلمه اینجا سنن نیستش، اینو در آوردم برای اینکه سیاق جمله به من گفت این بیلمک حتی میتونید بخونید ولی نمیتونید بیلمسن بخونید. حالا یه بخش رو خوندیم که خیلی تخصصی، این کتاب رو دیگه ازش میگذاریم، بریم آخر کتاب ببینیم چی هستش. این آخر کتاب هم یه نیم صفحه‌ای ازش بخونیم و تمام بکنیم. بذارید ببینم از کجا شروع بکنیم. یکی خطون تقاطع اتدگی نقطیه olmak gerektir و دخی ربعون خطی، اینجا یه خطم کشیده، مشرقinden سمت قبله مقداری خطی قوس ارتفاع üzerine vaz eyleyesen. پس imdi bu takdirce خط سمت قبلeye
mutabik olmuş olur. Kıble dahi gavs irtifa tarafine olar. Pes indi Konstantiniye'de rub'i daire şerqi cunubi olandır ya olanar. Ba'de ihtimalen olan ve ba'duhu vaz elemek gerektir. Ve dahi merkezini iki hattın tegatüünde این یک کلمه است. ببینید تا این sonra یک کلمه است. rastlaştırdıktan sonra این یک کلمه است. همه اینها یک کلمه است. خط مشرق و مغربden سمت مکه مقداری که gırg yani 48 derecedir gavs irtifa üzerine خیتی وز الدک یا الدون. حالا اینجا که میتونه باشه یا الدون یعنی تو کردی یا الدک ما کردیم همون. Bu takdirce خیت سمت قبله مطابق oldu. قبله dahi gavs irtifaun tarafine واقع oldu. تم کتاب به اون الملک الوهاب فی سنه. کتاب در چه سالی نوشته شده؟ 47 و 100 الف 1407. نه اینجوری نمیشه. 7 الف، حالا اینجا 100 داریم 40 47 47 1147. بذاریم بالا همین گفته. اینجا گفته 6، اینجا گفته 47. خب این کتاب در سال حالا نوشته شده. اولش هم که اسما رو خوندیم، آخرش یه جدول داره. چون ما کتاب رو نخوندیم حالا باهاش مشکل خواهیم داشت. مفتحنامه این اون درجات رو چیز کرده، بر اساس همون مقنطرات اومده تاریخ رو کرده. مثلا گفته حروف یک شنبه. نمیدونم اینها یعنی چی. حروف یک شنبه نیستن که اینها. دال، ه، نون، ز، فلان اینا حرف یک شنبه و سال ابتدا مارتده. میگه این مربوط به مارچه. معا تبدیل معن تبدیل اولولر. حالا تبدیل میشه. من اینو دیگه نمیدونم که چه شکلی. مثلا میگه این حرف یک شنبه این شهر، این هجرت تاریخ، این دوباره شهر، یعنی 12 تا باید ماه داشته باشیم دیگه. ولی اینجا من 19 تا میبینم. این یعنی چی؟ این شهر نمیدونم، شایدم شهر نیست. خیلی زیبا نوشته ولی من نمیتونم بخونم. این هجرت هست، دوباره هجرت تاریخ هجری. اینم اون شهر یا شهر یا هر چی هستش. ولی خب اعدادی رو اینجا گذاشته و روش کار کرده که مفهومش رو نمیدونم. چون کتاب میگم این استرولاب یه تخصصه. خب من با اجازهتون ببینم که الان 48 دقیقه است که این کتاب رو داریم تمرین میکنیم به خوندنش. به نظر من کتاب بسیار مفیدی بود. من میتونستم بخونم، خسته نشدم. با آنکه کتاب تخصصی و علمی خاصیه ولی به زبان ترکی هستش. این به نظر من برای ما ترک‌ها این خیلی مهمه. خب نویسنده رو شناختیم، اسمشو، خودشو اول کتاب معرفی کرد. آخر کتابم سالی که کتاب تموم شده اون رو برای ما گفت و اینجا هم با اسمش آشنا شدیم. اگر اشتباه نکنم گفتش که اسمش هست مصطفی پسر علی. خب و در سال فلان هم اینو نوشته. من فکر کنم تا همینجا این کافیه. من الان اینجا این برنامه رو قطع میکنم، اینستاگرام هم قطع میکنم. 2-3 دقیقه دیگه این فقط کراوات رو عوض بکنم دوباره بیام برای اینکه ویدیوها چیز